شما رو امروز با خودم آوردم دانشگاه جراح‌باشا واحد آبجولار و این ویویی که داریم میبینین ویو دریاچه کوچیک چکمه است. با من همراه باشین تا خیلی مطالب مهمی راجع به دانشگاه و امتحان تومر و چیزای دیگه بهتون بگم. تازه وسطش میخوایم بازار سنتی محل لونتن ببینیم. اینجا دانشگاه جراح‌باشا واحد آبجولاره. اولش بهتون نشون دادم موقعیت مکانی رو. اینجا توی آبجولار قرار گرفته، اون آبی هم که این ور دیدین دریاچه کوچیک چکمه است. حالا من اینجا چی کار میکنم؟ من اینجا اومدم تا مدرک زبان ترکی تحویل دانشگاه بدم که بتونم برای ترم جدید، به قول ما تو ایران گفتیم ترم بهمن که اینا بهش میگن در واقع بهار، بهش میگن ترم بهار، برای ترم بهار بتونم ثبت نام بکنم و درس بردارم. من 1 سال تقریبا تو دوره هازرلک یا همون دوره فرجه زبان بودم و باید مدرک زبانم اول تحویل میدادم تا بتونم واحد بردارم. حالا یه دور اومدم اینجا، مسئولش نبود اینا. حالا من اینجا چیکار می‌کنم؟ من درسام احتمالاً تو این کمپ نیست، تو این واحد دانشگاهی نیست. اینجا ساختمان اداری واحد فوق لیسانس. اومدم اینجا که مدرکمو تحویل بدم و یه تجربه بهتون بگم که شما مگه در شرایط مشابه هستین توی این دانشگاه میتونید برای اون سالی که در واقع توش درس نخوندین، یعنی واحد بر نداشتین، فقط تو دوره زبان بودین، تو دوره آمادگی زبان بودین، میتونین یک فرم پر کنین، یک دیلکچه یا یک درخواستی بذارین که ترم دوم اون سال رو از شما پول نگیرن، که اینم اگه دوست داشتین برام بنویسین، جزئیاتشو بهتون میگم. دیگه نکته که می‌خواستم بهتون بگم اینه که چقدر مدرک جبیر اوایل که آدم شروع میکنه ویدیو ضبط کردن خیلی آدم خجالت میکشه. هوام الان خیلی سرده، منم شرایط خاصی دارم، حالا بعدا تو ویدیوهای دیگه بهتون میگم، ولی خب خیلی هم کیف میده در این حال. اول این مسئله آزمون جبیر یعنی آزمون تومر باید بدین و دانشگاه جراح‌باشا از ما مدرک جبیر یا همون سیوان فرض کنید نوشته میشه ولی تو ترکی جبیر خونده میشه درخواست میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید از 80 به بالا بشین آزمون تومرتون رو و 80 به بالا که بشین در واقع جبیر یا همون C1 محسوب میشه و این خیلی پروسه سختی بود برای من. تحمل سرما برام مشکل شد و همینطور که دارم به بیرون دانشگاه میرم برای ادامه ویدیو دارم فکر میکنم که چه نکاتی بهتون بگم. با من همراه باشین. تو راه خونه از بازار سنتی سه‌شنبه، بازار سنتی لونت میگذرم و اینجا رو هم به شما نشون میدم. میدونم که این بازارهای روز استانبول برای همه خیلی جذابه. Annesine illet oldu. Yok yardım abla. Benim aldığım ürünler zaten yok ondan işte. خب ادامه ولاگ دانشگاه و زبان و امتحان تومر
موکول شد به امروز و بعد دیدن بازار و یکم استراحت میخوام راجع به این امتحان باهاتون حرف بزنم. خب من میتونم آدمایی رو بهتون معرفی کنم که یک بهتون کمک کنن که به صورت خیلی حرفه‌ای تو دانشگاه دولتی ترکیه بتونین تو هر مقطعی که دلتون میخواد ثبت نام بکنین و بهتون مشاوره‌های عالی بدن و فقط دنبال پول برای دانشگاه خصوصی نباشن و فوکسشون باشه روی دانشگاه دولتی. ولی خب من مخاطب زیادی ندارم و اینم یه تبلیغ نیست، فقط تجربه شخصیه و اونا دیگه تبدیل شدن به دوستان من که واقعا من بهشون کارشون اعتقاد دارم. میمونه نکته بعدی، زبان. برای زبان خوندن و کلاس و استاد و اینام تجربه زیاد دارم، اونم میتونم بهتون بگم. اگه دوست داشتین برام حتما کامنت بذارین، حتما کمکتون میکنم. و اینکه بریم سراغ اصل مطلب، امتحان تومر. امتحان تومر اینکه سطح شما چیه، مبتدی، متوسط یا پیشرفته است. خب خیلی بستگی به این داره که چند سال زبان میخونین، با زبان چقدر، با این زبان ترکی چقدر در ارتباطین و اینها. اینو من نمیتونم تغییر بدم. این در واقع کار شماست که هم بتونید برید یه امتحان آنلاین هم زیاد، امتحان تعیین سطح بدید، خودتون تعیین سطح بکنید و بدونید چه جوری و چقدر باید با معلم کار بکنید و بعد برید سراغ امتحان تومر. حالا برای من که سالیان طولانی، میتونم بگم من تقریبا 10 ساله که با زبان ترکی در ارتباطم. همونطور که توی قسمت اول ولاگ گفتم، آن آف بوده، با معلم بوده، شخص خوندن خودم بوده، به هر حال قرار گرفتن در محیط و اینها بوده و همه اینها باعث شده بود که من از یک سطح خوبی از زبان برخوردار باشم. اما این مسئله تضمین کننده گرفتن نمره عالی در زبان ترکی به عنوان تومر نیست. چرا؟ چون دوستانی هستن از بچه‌ها که به هر حال زبان مادریشون آذری بوده و خب خیلی راحت‌تر و خیلی دایره لغات بیشتری. درسته که زبان آذری خیلی فرق میکنه با زبان ترکی استانبولی و منی که فارس هستم و زبان آذری هیچ وقت بلد نبودم، راحت تر زبان ترکی استانبولی رو حرف میزنم، چون درگیر پیش زمینه‌های ذهنی و تلفظهای پیش زمینه‌های ذهنی که از زبان مادری آذری دارم نیستم. ولی به هر حال استراکچر، جمله بندی، نحوه ترکی فکر کردن، نمیدونم، همه اینها مسئله یکی یه مقدار کار رو برای بچه‌های آذری زبان آسان‌تر میکنه. من دوستان آذری دارم که 2 بار امتحان دادن، 3 بار امتحان دادن تا نمره دلخواهشون رو برای جبیر تومر بگیرن و این نشون میده که فقط سطح زبان شما نیست که مهمه، فقط یه سری تکنیک هست که مهمه. حالا خواهرم به من میگفت که وقتت کمه، فرصتت کمه، پسرونا درس بخون. راست میگه، پسرها خیلی مفید و مختصر خیلی موقع درس میخونن و حالا یه مقدار سیستمشون با دختر فرق کنه و منم کاری که کردم این که نمونه سوالات تومر رو به هر طریقی که شده و به هر مدلی که شده از اینترنت دانلود کردم. خب دانشگاهی که انتخاب کرده بودم رو آخر ویدیو بهتون میگم، خیلی امتحان خوبی برگزار کرد. پیشنهاد میکنم شما اونجا برید امتحان بدید اگر خواستین. بجز اون دانشگاه که یه دونه در واقع نمونه سوال گذاشته بود، من هر طوری که تونستم چیزی حدود 10 تا نمونه سوال از تومر در آوردم. همه اونا رو میتونم براتون فایلش رو ایمیل کنم. اگه دوست داشتین برام کامنت بذارین زیر این ویدیو و من ایمیلتون رو بذارین و من براتون همه رو ایمیل میکنم. همه اونا رو دانلود کردم، همه اونا رو تستاشو زدم، هر چیزی که مربوط به، خب میدونید که تومر مثلا آیلتس 4 بخش داره، ریدینگ داره، رایتینگ داره، لیسنینگ داره و اسپیکینگ داره. یعنی اگه بخوایم ترکی بگیم میگیم اسپیکینگ میشه کنوشما، ریدینگ میشه اوکوما، رایتینگ میشه یازما و لیسنینگ میشه دینلمه. این 4 تا رو شما باید بتونید انجام بدید و هر کدوم هم تکنیک لازم داره. تکنیک، سرعت عمل و اعتماد به نفس. یعنی تو این 3 تا شما اگه خودتون رو بتونید تو آمادگی آزمون قوی بکنید، بالاتر از سطح خودتون هم میتونید نمره بیارید. مثلا توی آزمون خواندن یا همون ریدینگ شما با یه سری متنای طولانی مواجه میشید که مسلما خیلی از لغات و کلمات رو توش نمیدونید و
قبل از اینکه هر متنی رو شروع به خوندن بکنید، حتما باید سوالاتشو بخونید و دور نکات مهمی که تو سوال داره خط بکشید و دنبال اون نکته توی متن بگردید. شما اینکه همه متن رو بخواید به صورت داستان بخونید و مثلا به همه نکاتش توجه کنید نیازی ندارید، وقتش هم ندارید و خیلی جاهای متن ممکن اصلا متوجه نشین با توجه به اینکه حالا سطح زبانتون لزوما خیلی مثلا پرفکت نیست. و نکتهش اینه که اول سوالا رو خونده باشین، متن رو میخونین، موقع خوندن متن دور اعداد، درصدها، نکات کلیدی حتما خط بکشید و وقتی که میرید دوباره سراغ سوالها اینطوری راحت‌تر میتونید نکات مربوط به سوالتون رو تو متنتون پیدا کنید. این یکی از تکنیک‌های خیلی مهمه و اینکه جرأت داشته باشید هر جمله‌ای که نفهمید و هر کلمه‌ای که نفهمیدید از روش گذر کنید و اعتماد به نفستون از دست ندید و فکر نکنید که اگر من این کلمه، این جمله و یا این دو سه تا کلمه اخیر رو نفهمیدم پس متن از دستم خارج شده. این چیزیه که من روش توی تست‌ها تمرین کردم. واسه لیسنینگ اینکه شما انقدر باید سرعت عمل داشته باشین تا وقتی که استاد اونجا داره از شما امتحان میگیره میگه که من میخوام لیسنینگ رو شروع بکنم، به شما 1-2 دقیقه وقت میده سوالات رو بخونید، اما شما قبل از اینکه اون وقت رو بده باید رسیده باشین به سوالات لیسنینگ، نگاه عمیق انداخته باشین. یعنی دقیقاً بدونید که وقتی دارید گوش میدید به وایسی که برای شما داره پخش میشه توش باید به چه نکاتی توجه بکنید. ببینید توی لیسنینگ یا همون دیلمه یا همون گوش دادن به اون وایسی که برای شما میذارن، معمولا سالها با صحبت اون کسی که توی وایس داره راجع به یک موضوع صحبت میکنه به ترتیبه. یعنی مثلا طرف شروع میکنه راجع به شهرهای ترکیه صحبت کردن، مثلا اول استانبول، بعد ازمیر، بعد نمیدونم آداناس، اینا سالها هم به همین ترتیب پیش میره و این خیلی به شما کمک میکنه که حواستون به ترتیب یه سیکونس این وایس باشه و اینکه از قبلش سوالات رو خونده باشید و نوت برداری کنید. فراموش نکنید موقع لیسنینگ گوش کردن، موقع دیلمه گوش کردن باید نوت برداری کنید چون یادتون میره. اگر نکاتی هست که سخته باید نوت برداری کنید. مثلا یه وقتایی داره راجع به یک تور تفریحی صحبت میکنه، میگه ما اولش میریم استانبول این کار میکنیم، بعد میریم آدانا ساعت فلان، مثلا اتوبوس اینجاها نگه میداره و این نکات رو نوشتن به شما کمک میکنه که وقتی برمیگردین سوال جواب بدین، یا حتی به شما کمک میکنه دور دوم، چون 2 بار وایس رو میذارن که شما گوش کنید، به شما کمک میکنه که تو دور دوم بسیار راحت تر بتونید نکات سوالات و نکات اون وایسی که میگن رو در واقع بکشید بیرون و خارج بکنید. این شد از نکته لیسنینگ. حالا نکات دیگه هم هست ولی این تجربه شخصی منه. اعتماد به نفس، تاکید میکنم، سرعت عمل و تکنیک. و میریم سراغ یازما خب بله ربط داره به دایره لغت شما، به گرامر شما، در اینها هیچ شکی نیست، ولی توی نوشتن یا همون یازما به شما 2 تا موضوع میدن. این موضوعات رو میتونید معمولا موضوعات به کالچر، فرهنگ، مسائل دنیا، مسائل حالا زمین، مسائل بهداشت و سلامت زمین، سلامت انسان ها، غذا، میگم فرهنگ غذا، فرهنگ کشورها، تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ ترکیه، فرهنگ کشور خودتون با کشور ترکیه، یه سری موضوعات این چنینی هست. یعنی به شما 2 تا یا 3 تا موضوع میدن، میگن یکیش رو انتخاب کنید و حتما تو یکی از اینها این موضوعات هست. یک نکته خوبی که داره اینه که معمولا به شما زیر موضوع هم میدن. مثلا یک سوال کلی مطرح میکنن، مثلا سوال نوشتاری ما این بود که شما دانشجو یک دانشگاهی هستین، میخواین به استادتون پیشنهاد دادن یک بولتن یا مثلا مجله آنلاین برای دانشگاهتون بکنید و واسهش نامه بنویسید و اومده بود زیر عنوانا رو گذاشته بود که به شما کمک بکنه که توی اون متنتون راجع به چیا صحبت بکنید، لزوم این بولتن چه فایده هایی داره، مثلا شما در قبالش چه وظایفی رو میتونید به عهده بگیرین، چه مراحلی رو میتونین مثلا از پیش ببرین و اینا. و این زیر موضوعات به شما کمک میکنه که بدونین که راجع به چی حرف بزنین اون تو. دقت به اون زیر موضوعات پس خیلی کمک میکنه به شما. نکته که توی آزما هست اینه که شما بتونید از تمام گرامری که بلدید استفاده کنید.
و حالا هر چقدر که بلدید سعی کنید که از اونها استفاده بکنید و حالا کلمات هم به همین صورت. ولی نکته خیلی ویژه‌ای الان برای نوشتن به خاطرم نمیاد. فقط و فقط شما باید کمک بگیرید. نکته ویژه چرا اتفاقا نکته ویژه استفاده از ابزار چت جی پی تی برای امتحان تومره، برای نوشتن و برای صحبت کردن کنشما یا همون مصاحبه‌ای که دارین. چت جی پی تی میتونه خیلی به شما کمک بکنه. من از چت جی پی تی استفاده کردم و فوق العاده ازش ممنونم و فوق العاده ازش راضیم. کاری که کردم که گفتم من میخوام تومر شرکت کنم، براش توضیح دادم. میتونید انگلیسی توضیح بدید، میتونید فارسی توضیح بدید، میتونید حتی خود ترکی توضیح بدید. من میخوام جبیر تومر بگیرم، دارم امتحان تومر شرکت میکنم، میخوام که برام نمونه سوالات نوشتنی بهم بدین. نمونه سوالات نوشتنی میده، من مینویسم. من نمیگم چت جی پی تی تو برای من بنویس، من خودم مینویسم و میگم که دقیقا برای چت جی پی تی توضیح میدم. چت جی پی تی من میخوام خودم رایتینگ خودم رو بنویسم، تو رایتینگ منو ببین و با کمترین تغییرات ممکن به نظر خودت اون رو سعی کن تصحیح کنی و به درست‌ترین حالت برای من دوباره بنویسی. و بعد دوباره چیزی که چت جی پی تی میگفت رو بازنگری میکردم و میومدم میخوندم، یاد میگرفتم ببینم کجاهای کار من ایراد داشته و دوباره از اول مینوشتم اون متن رو. ببینید چقدر این قضیه به یادگیری شما کمک میکنه. پس کاری که میکردم چی بود؟ کاری که میکردم این بود که خودم اون متن رو مینوشتم با تمام در واقع خطاهایی که ممکن بود در چیز داشته باشم، دیکته داشته باشم، ممکن بود خطا در گرامر داشته باشم و بعد اون که برام تصحیح میکرد یک دریچه جدیدی برای من باز میشد. میریم سراغ بحث صحبت کردن. به چت جی پی تی گفتم که من میخوام تومر شرکت کنم، دنبال جبیر میگردم، یعنی مدرک جبیر میخوام بگیرم، نمونه سوالات صحبت کردن مصاحبه کنشما به من بده. نمونه سوالات به من میداد من و به من میگفت که مثلا در جواب بهتر که چه چیزایی رو صحبت کنی. من خودم بعضی وقتا همین کار میکردم، میگفتم بذار من جواب برای تایپ کنم، جوابو تایپ میکردم براش و بهش میگفتم بیا به سبک من جواب بده، چون اگر قرار باشه به سبک ماشین و هوش مصنوعی جواب بده خب خیلی یک نواخت و اینا میشد. من خودم در واقع به قول انگلیسی تاچ خودم رو وارد کار میکردم، نوع صحبت کردن خودم وارد کار میکردم و با خودم با چت جی پی تی تمرین میکردم. حالا اگر در رابطه با این چیز بیشتری میخواستین، کمک بیشتری میخواستین، اگه برام کامنت بذارین با هم یه راهی پیدا میکنیم که با هم ارتباط برقرار کنیم و این کار رو انجام بدیم. نکته بعدی که اگه بخوام اضافه بکنم، مسئله همین تاکید بیشتر روی مسئله فرهنگ، غذا، زبان، یعنی تفاوت زبان فارسی و زبان ترکی، تفاوت غذاهای ایرانی غذاهای ترکی، تفاوت فرهنگ ایرانی فرهنگ ترکی. مثلا یه ذره دانش داشتن راجع به مثلا موضوعاتی مثل گرمایش زمین، یا مثلا چرا مثلا آدم احتیاج داره که توی طبیعت بره، چیزای مسائل مربوط به عمومی. شما لازم نیست مثلا راجع به بورس صحبت کنید، شما باید بتونید روزمره صحبت بکنید، شما باید بتونید روزمره از پس کار خودتون بر بیاین، یا اگه میخوایم بریم بانک به چه مثلا مشکلاتی ممکنه بر بخورید. اینجور چیزا رو باید تمرین کنید. واقعا چت جی پی تی بهتون کمک میکنه. ولی بازم تاکید میکنم اگر به نمونه سوالات تومر احتیاج داشتین میتونین خیلی مثل من خیلی خوره‌وار سرچ کنین توی اینترنت، حتما پیدا میکنین. اما اگر براتون سخت بود کافیه ایمیلتون رو بر من توی کامنت ها بذارین و من تمام فایل‌ها رو براتون اتش میکنم و میفرستم، میتونین پرینت بگیرین و شروع کنین به تست دادن. این بود از تجربه من از امتحان تومر. من از امتحان تومر 90 گرفتم و از 80 به بالا گفتم بهتون، اگه اشتباه نکنم از 80 به بالا جبیر محسوب میشه. من 90 رو گرفتم و خدا رو شکر با یک بار آزمون کارم رو به پایان رسوندم. قول داده بودم آخر ویدیو بهتون بگم که کجا امتحان دادم. من به توصیه دوستان خوبم که بهتون گفتم اگه بخواین معرفیشون میکنم برای کارهای دانشجویی در دانشگاه ترکیه، مخصوصا دانشگاه‌های
دولتی ترکیه. به توصیه اونها دانشگاه مدنیت رفتم، ثبت نام کردم و آنلاین پرداخت کردم و روز امتحان اونجا حاضر شدم. از پروسه زبان، از پروسه امتحان میگم، از پروسه امتحان، از ممتحن، از جو اونجا، از حتی وایب خوبه یا حالا حس و حال خوبه اون ممتحن بسیار راضی بودم و امتحانشون هم میتونم بگم که خیلی آسون نبود ولی سخت، خیلی سختم نبود، به صورتی که من میتونم به شما بگم که مثلا ریدینگ نسبتاً ریدینگ های آسونی نبود، متن طولانی و حالا سالهای نسبتاً سخت داشت. لیسنینگ خوب بود، یعنی واقعا راضی بودم از لیسنینگ. یازما 2 موضوع داده بودن، یکیش سخت‌تر بود یکیش آسان‌تر بود که در واقع هر دوتاش نیاز به هر حال دانش نسبی که ما نیاز داریم بود. و چی گفتم، جمله قبلی زر عجیب شد. و راجع به کنوشما هم از توی مصاحبه اینو براتون تعریف نکردم. تو مصاحبه اولش از من میپرسه که خب خودت زر معرفی کن، کی هستی، چی هستی. خب باید شما آماده باشین، یعنی باید این رو هم تمرین کرده باشین که چجوری خودتون رو میخواین پرزنت کنین، فرست ایمپرشنتون چیه. خب من وقتی راجع به خودم صحبت کردم به عنوان یک خانم 35 ساله که 6-7 ساله که به صورت مستمر در استانبول زندگی میکنه و حالا شرایطمو گفتم و اینکه دانشگاه جراپاشا خواهم بود و به این صورت و به این صورت و به این صورت، اینا خب در به قول انگلیسی در فرست ایمپرشن یا تاثیر اولی که روی مصاحبه کننده گذاشت واقعا تاثیر مثبتی بود و مثلا حتی بهم تبریک گفت و بعد بهم 1 سال دیگه در رابطه با شرایط استانبول و ترکیه و اینها پرسید و بعد رفتیم سراغ موضوع صحبت. و موضوع صحبت این بود که گفت 3 برگه رو از برگه هایی که مربوط به صحبت کردن هست 3 موضوع رو ما به صورت رندوم انتخاب کردیم و یکی از اون 3 رو 1 ثانیه یه چند دقیقه بهمون فرصت داد که نکاتی رو برگه یادداشت بکنیم و بعد بریم راجع بهش صحبت بکنیم. اینطوری بهتون بگم که یکی از موضوعات اصلی که چت جی پی تی به من ارائه داده بود و من تمرینش کردم تو همین 3 موضوعی که رندوم کشیدم بیرون بود و اون هم بود که چرا جوان‌ها، چرا آدم‌ها مهاجرت میکنن و دنبال چی میگردن که مهاجرت میکنن و میخوان مثلا به چه دلیل بیشتر این اتفاق صورت میگیره، که خب خیلی ابعاد مختلفش رو من تو ذهن داشتم، به خاطر این تمرین کرده بودم و بعد راجع بهش صحبت کردم و نمره خیلی خوبی هم گرفتم. خلاصه که این از تجربه من بود برای امتحان تومر. اگر که دوست داشتید میتونید با من در ارتباط باشید و کامنت بذارید و منم حتما بهتون جواب میدم و میتونم تو این زمینه خیلی بهتون کمک بکنم. فعلا.